یه سری آزمایشات پتانسیل خوردگی داریم، شما گفتی آزمایشات پتانسیل خوردگی، دستگاه‌های اینا غیر مخربه بر مبنای پتانسیومتری، اختلاف ولتاژ که بین میلگرد سالم و میلگرد زنگ زده هست. بچه وقتی بحث خوردگی میکنیم در بتون منظور اون خوردگی میلگرده ها. اون کلور چی رو نابود میکنه؟ میلگردو. میلگرد چی میشه؟ منبسط میشه. بتون در چی ضعیفه؟ در کشش. بتون منبسط شده در کشش ضعیفه، بهش فشار میاد دیگه و از بین میره. این یه نمونه آزمایش پتانسیل خوردگی میلگرده که اینجا انجام داره میشه. اینجا بوشهره. این عکس هم سال 88. این آقا از دانشگاه تهران اومده اتفاق. انستو مساله دانشگاه تهران. الان نمیدونم کجاست دیگه. الان اون موقع پسر دوست بودیم. آزمایش سنجش کربنات شدن. اینم یه آزمایش دوام بتونه. میایم از فنولفتالین استفاده میکنیم. کربنات شدن یکی از پارامترهایی که باعث آسیب میشه. باعث یعنی پتانسیل خوردگی رو زیاد میکنه. اگر این بتون رو فنولفتالین بزنیم صورتی بشه یعنی خوردگی، یعنی کربنات نشده. اما اگه سفید بمونه یعنی کربنات شده. حالا یه نمونه از این من توی پروژه بهتون نشون بدم اگه فایلش الان بتونم پیدا بکنم. ببینید فقط این فایل کلا راجع به مدیریت پل‌های بتونیه که چک لیست های تهیه بشه، بتون های که پل ها از لحاظ پارامترهای مختلف بررسی بشن. ببینید خوردگی در حقیقت این ساده رو ببینید، مثلا اسکله رو، این ناحیه جذرمدیه که کلا بتون ها دچار خوردگی و از بین رفتن شده. املاح، دما، رطوبت، جهت باد و سرعت تبخیر، اینا تاثیر میذاره رو خوردگی. یه سری عیوب دیگر هم با هم ببینیم توی بتون ها. قبل از این وارد طرح اختلاط بشم، تو سازه ها اینها رو، ترک ها رو زیاد میبینیم. اولا بتون ترک میخوره. بتون بدون ترک نداریم، ولی ترک های ریز. اگه ترک های زیاد شد خب یه مقداری نشان دهنده یه سری خطراتی هست. ممکن در داخل بتون یه سری حباب هایی داشته باشیم. این حباب ها تو سازه ها شما میبینید اینها اکثرش به خاطر اینه که فرصت نبوده این حباب های هوا از سطح بتون خارج بشن. اینها رو توی این حباب ها رو تو ستون، تو المان های عمودی میبینید. در المان های افقی چون سطح بالاش بازه، مثلا شما سقف میریزید، سطح بالاش که قالب نمیذارید بازه دیگه، این حبابا میاد بیرون و از بین میره. ولی توی ستون شما اینو میریزی، این حباب بیچاره که نمیتونه حرکت کنه بالا خارج بشه، توی ستون پرچه میگیره، دیگه گیر میکنه. شما این حبابا رو در داخل میبینید. اینها رو میشود کم کرد ولی باید خیلی کار کرد. مثلا در روان کنندش تاثیر داره، روغن قالبش تاثیر داره، سرعت بتون ریزی تاثیر داره. حتی تو نمونه های 15 هم اینها رو میبینید. حباب های هوا رو در نمونه های در ابعاد کوچیک هم میتونید این حباب های ریز رو ببینید. حباب های درشت هم ممکنه وجود داشته باشه. اینها یه مقداری به طرح اختلاط برمیگرده. اگه بتونتون مثلا بتونه خود متراکم باشه، اون طرح اختلاطتون باید اصلاح بشه. یا خط قالب، خطوط بتون ریزی، مثلا بتون ریزی کردید، هوا گرم بوده، بتون ریزی بعدی که خواسته انجام بشه تو همون روز یه خطی انداخته. اینا حالا تو خیلی سازه‌ای نیست، ولی اگه حساسیت نما داشته باشه پروژه شما، اینها رو باید به حداقل برسونید. اثرات آب انداختگی، یعنی جریان آب خواسته بیاد بالا، گیر کرده. اینا اثرات آب انداختگی است که در داخل بتون وجود داره. یکی از دلایل آب انداختگی روان کننده است. روان کننده هایی که به خصوص فوق روان کننده هایی که در بتون میزنیم، اگر یه ذره زیاد بزنیم مشکلات خیلی زیادی رو ایجاد میکنه. حالا امروز من میخوام یه بتونی بسازیم خشک باشه و بعد بریم روان کننده بزنیم و اون سیالیت رو به دست بیاریم. خب اما من یه مختصری هم طرح اختلاط بتون رو بگم
و بقیه‌اش خودتون میتونید مطالعه بکنید، چون من هر چی بگم از شما باید دیتیل مطالعه بکنید چون حجم مطالبش زیاد. ببینید تو طرح اختلاط بتون شما میتونید از آیین‌نامه ایران استفاده کنید. به نظر من آیین‌نامه ایران آیین‌نامه کاملی است و برای مسائل کشور ما مناسب هست. حالا اینکه فایل پاورپوینتشه ولی اصل فایل هاش هم تو اینترنت هست. ببینید فایل طرح اختلاط، فایل طرح اختلاط بتون اینجا هست و میتونید اینو مطالعه بکنید. ولی من کلیاتشو بگم. روش ملی طرح اختلاط ایران. مثلا طرح اختلاط یعنی چی؟ یعنی که مثلا مسئله چقدر بزنیم دیگه، چند کیلو بزنیم. درسته؟ خب حالا یه سوال بپرسم مثلا الان، خیلی سوال کلی. فرض کنید بتون سی داریم. یعنی چی؟ سی چی گفتیم یعنی چی؟ یعنی استوانه‌ای 30 مگاپاسکال باشه. درسته؟ چند کیلو سیمان بزنیم؟ 400. آفرین 400. کلا طرح اختلاط رو بذاریم کنار اصلا، من درسشو کار ندارم فعلا. 2 تا 4 تایی میخوام بهتون بگم. ببین حفظ نباید بکنی که بعدا این بره ملکه ذهنت بشه. به عنوان یه مهندس عمران این باید ملکه ذهن شما بشه. مقاومت استوانه‌ای هر چی بهت دادم 100 تا بذار روش میشه سیمانش. یعنی اگه مقاومت شما استوانه سیه، اینا حدودی ها، دقیقش میشه طرح اختلاطی که میگم بعدش. 100 تا بذار روش. درسته؟ میشه چقدر؟ 400. سی یعنی 300 کیلوگرم بر سانتی متر مربع. به اون 300 کیلو 100 تا اضافه کن میشه 400. 400 تا سیمان میشه. حله؟ چگالی بتون چقدره؟ فکر کن 2400. درسته؟ چقدر سیمان شد؟ 400 تاش. چقدر میمونه؟ 2000 تا. از این 2000 تا اگه نسبت آب به سیمان رو نیم بگیریم، 400 تا مگه سیمان نبود؟ آب میشه چقدر؟ 200 تا دیگه. نصف 400 تا آب به سیمان نیم. نه نیم 2000 نه، نیم 400 تا میشه 200. 2000 تا مون دیگه. 200 تا کم کن میشه چقدر؟ 1800 تا. این 1800 تا چیه؟ شن و ماسه. درست خانم مشهودی؟ از این 1800 تا چند درصدش ماسه است، چند درصدش شن؟ من توی طرح دانه بندی گفتم دیگه 60 تا رو بزن ماسه، 40 تا رو بزن شن. 60 درصد 1800 چقدر میشه؟ 980 1080. 1080 تاشو ماسه بزن، 1800 منهای 1080 تاشم 720 یا 620 نمیدونم، 720 شن بزن. حل شه؟ یعنی دور هم نشستیم بدون که هیچ کاغذی دستمون باشه، هیچ حرکتی بکنیم، هیچ فکر عجیبی بکنیم، نه شن و ماسه رو دیدیم، نه سیمان رو دیدیم، فقط یه عدد مقاومت داشتیم. بدیهی این طرح تقریبی است و روان کننده هم نداشت. پس اگه به 25 بود چیکار میکنیم؟ چقدر سیمان میزنیم؟ 350 تا. آب سیمان نیم چقدر میشه؟ 175 تا. 300 با 175 چقدر میشه؟ 475 تا. از 2400 تا یا 2350 تا چگالی بهتون کم میکنی، هر چی شد میشه شن و ماسه. حله؟ درسته تا اینجا؟ خب طرح اختلاط بتون خانم لامه‌ای ایشالا در پروژه دوام بتون در سواحل خلیج فارس مشغول به کار شدی، اونجا باید طرح اختلاط بدی. یک سری پارامترهای مقاومتی من گفتم. الان بهت گفتم چی؟ بتون 25 با اعتماد به نفس تمام دیگه در کل زندگیت اینو جواب میدی دیگه. هر جا داد پرسان چقدر سیمان بزنی 25 میگی 35 350 کیلو. این شد مقاومتی. اما تو عسلویی اگه خواستی بتون بسازی پارامتر مهم دیگه دوامه علاوه بر مقاومت. اونجا همین الان بگی 350 کیلو سیمان میزنم، بعدش اگر سازت خراب شد باید پاسخ بدی. چرا؟ الان من گفتم آب سیمان چقدر تو؟ 42 صدم گفتم. من خودم حساب کردم، تو حساب نکردی. زدی 140 لیتر فکر کنم. 140 لیتر. آب سیمان 42 صدم تو عسلویه نمیتونی بسازی. ماکسیمم آب سیمان تو ضوابط آیین‌نامه بتون هست. اگر محیط خیلی علاوه خورندگی شدید باشه مثلا گفته ماکسیمم 14. دقت می‌کنی؟ پس محیط رو باید نگاه بکنی، ضوابط دوام بتون رو هم ببینی. اون آب سیمان فقط به پارامتر مقاومتی ربط نداره. یه بار مرور بکنیم طرح اختلاط رو با هم بچه‌ها. خب طرح اختلاطی که می‌خوایم بدیم باید کارایی داشته باشه، دوام داشته باشه و مقاومت و اقتصادی باشه.
اگه تقرر باشه گرون باشه که به درد نمیخوره. خب اینا ضوابط آیین‌نامه بتونه. من اینا رو سریع رد بشم. طرح اختلالات آمریکا رو هم نمیگم چون اصلا کاربردی برای ما نداره. میرم وارد طرح اختلالات ملی میشم و مراحلش رو با هم میبینیم. خب روش ملی طرح اختلال یه سری مراحلی داره. یه مرحلهش اینه که آقا جان ما بتونی که مقاومتش 250 که 250 طرح نمیدیم، بیشتر میدیم. یعنی یه ذره اطمینانی میذاریم که اگر تو کارگاه شرایط پیش بینی نشده داشتیم این خیلی به ما رو دچار مشکل نکنه. یه طبقه بندی‌های تعریف شده برای اسلامپ بتون. اگه اسلامپ مثلا بین 1 سانت تا 4 سانت باشه بتون سفته و الی آخر. یه تعریفی شده راجع به نوع سنگدانه ها. اینا رو گفتیم. آب آزاد یعنی اون آبی که در شرایط SSD هست، دانه بندی، سیمان مصرفی و اینها. بریم مراحلش رو ببینیم. ما باید طرح اختلالات که می‌خوایم بدیم یه مقاومت هدف بدیم. یعنی چی؟ یعنی اون اسپینسی همین 25 که الان داشتیم بعد با یه عددی اضافهش بکنیم. عددی که می‌خوایم اضافهش بکنیم وابسته است به یه انحراف از معیاری. انحراف از معیار چیه؟ یعنی شما قبلا توی کارخونه‌ای با اون تجهیزات بتون ساختی، انحراف از معیار نمونه‌هات نسبت به مقاومت داری. اگرم نداشتی راهکار داریم. الان که ما انحراف معیار نداریم، تازه می‌خوایم پروژه رو شروع بکنیم، مثلا انحراف معیاری اصلا نمونه‌ای نبوده. اگر نمونه نداشته باشین خود آیین‌نامه میاد میگه کارگاه تو لحاظ کنترل کیفیت چجوریه؟ رده الف ب یا جیمه؟ مثلا آیا نیروی متخصص همیشه امکانات آزمایشگاهی داری؟ نیروی متخصص داری؟ میشه الف یا ب یا جیم. بر مبنای اینها میاد انحراف از معیار رو به شما میگه مقاومت تو بر مبنای رتبه کارگاهت، اگر مقاومت 25 میخوای استوانه‌ای، اگر کارگاهت الفه، این 3.5 میشه اون انحراف از معیار، اون اسه میذاری تو فرمول، مقاومت هدفت به دست میاد. اولی مرحله آب به سیمانه. برای اینکه آب به سیمان رو به دست بیاریم یک سری نمودارهایی تو آیین‌نامه داریم. میاد میگه چی؟ نسبت آب به سیمان بر مبنای مقاومت فشاری. بعد چیزی که مهمترین پارامتری که مقاومت تعیین میکنه آب به سیمانه. میای مقاومت هدف تو به دست میاری، مثلا 25 رو با اون ضریب انحراف از معیار اضافهش میکنی، مثلا میشه چی؟ 32. میای 32 رو اینجا پیدا میکنی، مثلا میشه این. با یکی از این نمودارها ارتباط میدی. این نمودارها چیه؟ سیمانهای مختلفه. سیمان تیپ 1، یعنی آیین‌نامه بر مبنای سیمان تیپ 1 عدد میده 325 425 یا 520. این آروسی چیه؟ سنگدانه گردگوشی یا شکسته. سنگدانات رو نگاه میکنی، اگر گردگوشه است یا شکسته. فرض کنید سنگدانه ما شکسته است، سیمان اون 325، مقاومت اون 32. میاریم اینجا میخوره به این نمودار، میاریم پایین مثلا میشه 52 آب به سیمان ما این عدد شد یا 55 به هر عدد. پس از این نمودار استفاده میکنی، آب به سیمان به دست میاد. بعد منحنی سنگدانه که دیگه اینو انجام دادیم، دانه بندی کردیم، منحنی سنگدانه رو انجام دادیم. حالا اینجا شما نگاه کنید جدول داره، ما همینا رو بردیم تو اکسل دیگه، درسته؟ اینا رو دیدیم تو اکسل و انجام دادیم. مدول نرمی هم که اینجا تعریف کردیم میبینید اینجا عدد مدول نرمی استاندارد نوشته شده. اینا همون نموداری که من به شما نشون دادم، خودم رسم کرده بودم، فقط این جهتش فرق کرده، 0 و 100ش جابجاست برای من. A و B و C دی نشون دادم، گفتم قشنگ تو محدوده B افتاد، همینه دیگه، A B C. پس این رو هم دانه بندی کردیم، انقدر باهاش بازی کردیم که تو محدوده A یا B یا C بیفته، هر کدومی که می‌خواستیم. این بر مبنای حداکثر سایز نمودارهای مختلف داده. گام بعدی چیه؟ تعیین مقدار آب آزاد بتون. مدول نرمی سنگدانه همون رو که گفتم به دست میاریم، با این نمودارها ارتباط میدیم، آب طرح اختلالاتمون به دست میاد. اگه میخوایم اسلامپمون بالا باشه با یکی از این نمودارها اسلامپ رو انتخاب میکنیم. معمولا اسلامپ 10 عدد بعدی نیست، اسلامپ 10 سانت میشه محدوده چی؟ اس. این اس مثلا مدول نرمیمون شده 5، میاریم اینجا به این ارتباط میدیم، 180 لیتر بعد آب بزنیم. انت چقدر داری آب میزنی؟ 140 لیتر. ولی من چیکار میکنم؟ روان کننده میخوام بزنم، این روان کننده نداره. با این سنگدانه گردگوشه، تیزگوشه و الی آخر. مقدار سیمانمون میشه چی؟ آب به سیمان رو تقسیم آب به سیمان بکنیم دیگه. آب به سیمان رو به دست نیاوردیم، آبم به دست آوردیم، سیمان طرفین وسطین بکنیم، به راحتی به دست میاد. حالا یه سری فاکتورهای برای دود CDC و اینا نوشته که خیلی جزئیات از اینها رد میشه. بعد میشه چی؟ مقدار سنگدانه. من گفتم 60%، 40%، درسته؟
اینجا میخوایم مقدار سنگدانی بتون رو حجمش رو به دست بیاریم. حجمش میشود 1000 چیه؟ 1 متر مکعب. 1000 لیتر میشه 1 متر مکعب دیگه. 1000 منهای سیمان تقسیم بر چگالیش، یعنی حجمش رو به دست آورده. آب به چگالیش. دی چیه؟ جرم مواد جایگزین سیمان میکروسیلیسینا داشته باشیم به چگالیش. اینم که حجم هواست، حجم هوایی داخله بتون که عدد کمی است. از اینجا حجم سنگدانه ها به دست میاد. حجم سنگدانه ها رو ضرب در چگالیش میکنه، جرمشون به دست میاد، ضرب در اون عدد 6 دهم 4 دهم میکنیم، جرمش به دست میاد. یه مثال ساده حل کنیم، همه اینا توش هست. میگه یه طرح اختلاط میخوایم بدیم با این شرایط. بخونیم دیگه. موقعیت مشخصه مکعبی 28 روزه 30. اسلامپش هم این عدداست. حداقل سیمان 325، حد اکثر 425، نما هم متوسط. این هم پارامترای سنگدانه است و دانه بندی سنگدانه. دانه بندی باید ببینید تو اون اکسل رسم بکنی یا ضریب بدیم. خب مرحله به مرحله بریم جلو ببینیم این چه جوریه. سخت نیست. این اکثرش اینش ساده است ولی تجربه کار مهمه. یعنی این عدد شما کاغذ میذاری جلوت محاسبه میکنی، ولی این نکته مهم هم تجربه است که باید توی کار یاد بگیری. آقا مگه نگفته موقعیت مشخصه به صورت مکعبی داده شده است؟ اوه چقدر جالب. چی بود اینجا؟ گفته موقعیت مشخصه مکعبی 30. استوانه‌اش چند میشه؟ 25. گفتیم کم کنیم 5 تا. درسته؟ پس استوانه‌اش 25. میذاریم توی این فرمولا. 2 تا فرمول بود. اس از کجا به دست میاد؟ رده کارگاه. گفته B موقعیت هم 25، اسش فکر کنم 3.5 یا 4.5 گذاشته تو فرمول. 2 تا عدد دست اومده. بر مبنای چند طراحی کرده؟ 32.5. موقعیت چقدر بوده؟ 25. طراحی چقدره؟ 32.5. یعنی یه ضریب اطمینانی اینجا زده. میره رو نمودار آب به سیمان. 32.5 مقاومت اینجاست. این هم سیمان 325 بوده. 2 تا عدد رو بین گفته سنگدانی من گردگوشه تیزگوشه متوسطشه، بین این 2 تا گرفته 495,000 رو. آب به سیمان شده چقدر؟ تقریبا نیم. درسته؟ بریم جلوتر. آب به سیمان شده نیم. یه اصلاحاتی کرده بر مبنای که سیمان پروژه تیپ 2 بوده. ما تیپ 1 گرفتیم. به نسبت مقاومت این 2 تا سیمان تیپ 1 325، سیمان پروژه 315 بوده. به نسبت این 2 تا آب سیمان رو کم کرده. نکنید مقاومتش رو نوشته اینجا. متوجه شدید چی شد؟ چون سیمان تیپ 1 نیست. خب من سهم سنگدانه که دیگه ما یاد گرفتیم، نمودار خودمون رسم می‌کنی حرفه‌ای‌تر از اینه دیگه. این اومده جدولش کرده. ببین به چند درصد رسیده؟ همین 40%، 60%. گفته 40% شن میزنم، 60% ماسه. این نمودار بهینه‌تری میشه. مدول نرمیش هم حساب کرده، باقی مانده رو الکای استاندارد تقسیم بر 100. میانگین چگالیش هم حساب کرده شده 2.54، هم که شما گفتی 3، 2.5 من گفتم. و این هم حجم معادل شکستگیش. خب مدول نرمی رو داشت دیگه. مدول نرمی رو میاره ارتباط میده با آب طرح رو به دست میاره. 2 تا در آورده، یه با 182 یه با 210 بر مبنای شکستگی سنگدانه ها. اگه 100% شکسته باشه، اگه 100% گرد باشه، یه میانگینی بین اینها میشود گرفت. درست شد؟ 182 با 210 این دیگه خیلی محاسبات ریاضی چیز میکنه. 210 180 190 خوردی میشه آب. میانگین این 2 تا رو آب طرح اختلاط رو گرفت. چقدر در آورده؟ 185. من گفتم 190. پس تو 1 متر مکعب 5 لیتر خیلی نیست. آخرام 190 گرفته اصلا. پایینش 190. محاسبات شده 185 190 گرفت. بریم جلوتر. آب به سیمان رو داریم. آبم داریم، سیمان در اومد. چقدر سیمان میزنه؟ 396. من به شما گفتم 305. اینجا 396 در آورد. به نظر میذاره زیاد. باید اصلاح بکنه بعدا. حالا اینجا تا بیشترش هم کرده تا 415 تا رفت. اینا هم طرح‌های اولیه است و بعدا باید بسازی تو آزمایشگاه و اصلاح کنی. خب جرم سنگدانه ها رو میخواد به دست بیاره. 1000 رو منهای اون عددا کرده. اینا حجمن دیگه. 1000 منهای 8 کرده، زاد چگالی سنگدانه کرده. در نهایت 40% شن، 60% ماسه. کل سنگدانه شده 1668. ما گفتیم الان مثلا چقدر؟ 1800.
به دست میاره 667 و 1000. این میشود چگالیه، میشود جرم گرول FSTش 670 و ماسه FST 1000. و این شد خلاصه نسبت طرح اختلاطش. اینجا سیمان گفته 415 تا، به نظر من زیاده 415 ازش بالاست. شن 667 ماسه 1000 آبم 200 جرم کلش هم شد 2282. این می شود طرح اختلاط با حساب روش ملی. ولی خب نکات زیاد داره روش ملی، بر مبنای میکروسریس باشد نباشد و الی آخر باید مطالعه بکنیدش. ولی اون روش سرانگشتی خودمون یه روش خیلی کلی است و جزئیاتش هم میشه از همین طرح اختلاط در آورد. کافیه تا اینجا بریم آزمایشگاه باشه. شرکت‌های مهندسان مشاور طرح اختلاط رو میدن ولی قید میکنن که این طرح آزمایشی است. اگر بخواد در محل پروژه این طرح ساخته بشه باید اصلاحاتی کماکان روش انجام بشه. با توجه به محدودیت‌هایی که در داخل پروژه هست این کار باید انجام شه. حالا تو این مرحله ما خب تو کلاس صبح طرح اختلاط کلی گفتیم، یه طرح اختلاط تقریبی هم آماده کردیم. طرح اختلاط ما یه طرح اختلاطی هست که آب به سیمانش خیلی کمه، تقریبا 42 صدمه. با توجه به خشک بودن مصالح احتمالاً خیلی خشک خواهد شد. به خاطر همین از فوق روان کننده می‌خوایم استفاده بکنیم. الان مصالح رو وضع کردیم، ماسمون مشخصه، سیمان تیپ 2، همشن نخودی داریم، همشن بادامی. آبم که وضع کردید احتمالاً یا میخواید بیارید؟ خب الان آبو بیارید دیگه، چون مزورمون به اندازه اون آب چند لیتر آب شد؟ 2.8 شد. ما دو تاشو بیارید دیگه، 2 تا 1 لیتری رو بیارید. مهندس ما الان تا اون آبو بیاره شن رو بریزیم، بعد ماسه رو بریزیم، یه ذره میکس بشه، بعد سیمان و آبو اضافه کنیم. شما همینجوری میسازید دیگه؟ ما همین شکلی میریزیم. ما سیمان رو میریزیم، با ماسه رو میذاریم، یه ذره میکس بشه، یه ذره سیمان اضافه میکنیم، شن و ماسه رو میریزیم، یه ذره سیمان بهش اضافه میکنیم، یه مرحله آب میریزیم، یه ذره که میکس کرد دوباره آب میریزیم. یعنی آب یه دفعه اضافه ما یه دفعه اضافه نمی‌کنیم. به نظرم اول شن و ماسه رو بریزیم، یه ذره میکس بشه با یه ذره آب، بعد سیمان. این خوبه، الان این خوبه، باید نگرش داریم. آره یه ذره بچرخه. حالا در همین که میچرخه میتونی بریزی داخله؟ همه رو بریز. خب حالا باید بهش فرصت بدی. بازم روان کننده به نظرم 20 گرم دیگه بیاد، چون ما مینیمومش رو زدیم الان. گرم شما ریختی دیگه. بذار ببینم شکل کارو. بیار پایین تا بیار پایین تا بچرخه. من دیگه بیار پایین تا بیار. همین زاویه بود. الان آب میاد. آره. بچه ببینید روان کننده با چی واکنش میده.
با سیمان. آن چیزی که باعث میشه این شل بشه اینه که این روان کننده ذرات سیمان رو هموار میکنه، یعنی همشون میشن بار مثبت، مثلا از هم دفع میشن دیگه، باعث میشه که به هم نچسبن. داره نها کنید، بیا شکلشو ببینید. یه ذره دیگه ما این آورم بریزیم، نظرم خیلی دیگه مخشول میشه. نترسید 100 سی سی تقریبا 50 سی سی. خب توی مرحله ما طرح اختلاط بتونی که توی کلاس آموزش دادیم و ساختیم. با توجه که طرح اختلاطی بود با آب سیمان بسیار پایین، مجبور بودیم از فوق روان کننده استفاده بکنیم. حالا با توجه به شرایطی که اینجا داشتیم میکسرمون خوب میکس نمی‌کرد، یه مقدار توی میکس کردن مصالح دچار مشکل بودیم و در نهایت مجبور شدیم که دوز اون مصرف ماده فوق روان کننده رو بیشتر بکنیم، یه مقداری هم آب اضافه بکنیم و در نهایت بتون ساخته شد. در حالت اول اسلامپش تقریبا 0 بود، در حالت دوم که روان کننده اضافه کردیم اسلامپش ریزشی حدوداً 14 سانتی متر بود. نمونه گیری کردن بچه‌ها و توی 3 تا قالب 15x15 نمونه برداری استاندارد انجام شد که بعداً در سن مشخص 3 روز و 7 روز بشود ما اینها رو زیر جک بتون شکن قرار بدیم و مقاومت فشاری اینها رو به دست بیاریم. به هر حال اولین تجربه بود که بچه‌ها برای ساخت بتون داشتن، همشون هم در فرآیند ساخت درگیر بودن، به خصوص میکس کردن، چون میکس کردن داخل میکسر خوب نبود، در داخل این فرغون با بیل اینو یه مقداری میکس کردن که بشه نمونه برداری بعدش انجام داد. به عنوان تجربه اولشون به نظرم تجربه خوبی بود و حالا بعداً در کارهای حرفه‌ای هم یاد خواهند گرفت که چجوری بتون بسازن، چجوری بتون رو کیفیتش رو کنترل بکنن و کارهای بتونی رو انجام بدن. خیلی ممنون.